یک قدم دیگر و بعد همه این غم به آخر میرسد. تجارت بچه‌ها این سرمایه خود را با راه خرید و فروش زیاد کردن است. اینجا از همه مهم با راه حلال کار کردن است بچه‌ها. اگر با راه حلال با عدل و انصاف کار نکنیم، در نظرمان همه راه ها خوب نموده به دیگر انسان ها ضرری جدی میرسانیم. اگر درآمد باشد ضرر هم میشود استاد. این چیزی بودگی است. نه، اینطور نه به خود ضرر آوردن و نه به دیگران ضرر رساندن است. این است راه درست تجارت. این طور درآمد نمیشود استاد. این نوع تجارت کمش از 10 مراتب درآمد میآورد. مگر این طور میشود استاد؟ من به گفتم باوری دارم و اثبات کردن هم میتوانم. استاد راست میگوید، اما برای اثبات کردن پول لازم. پول که نباشد تجارتی گفتهتان را اثبات کردن نمیشود. اصلا مهم نیست اثبات کردن، اما مادامی که کار تا به اینجا رسید امره از یگان جا سر کردن لازم. فهم استاد، اما برای آغاز کردن پول در کار. پول که باشد تجارت میشود. بعد اون طرفش از ما. خوب، مادامی که از خود اینقدر باوری دارید میلش، اما شرط من را فراموش نکنید. کمش 110 مراتب درآمد میکنید. اوه استاد، از ما تاجری خوب میبراید. بینید از 1000 درآمد میبینیم، فقط که آدمی سرمایه گذار باشد. انا به شما 200 لیره بین خود تقسیم کنید، یا خواهید یک جای جمع شده تجارت میخواستهتان را کنید. اگر در 48 ساعت از 110% یا درآمد به دست آورید، پول مرا برگردانید. بقیه درآمدتان به خودتان میماند. جدیه دوستان؟ در حقیقت آن پول ها را به ما میدید؟ شما گفتید پول لازم. مرحمت فراموش نکنید در 48 ساعت کمش 110%، بقیه همش از خودتان. خانم با کجا؟ خدا توبه توبه، ای چه خدا. پسرم رو ندیده؟ نه ندیدیم. یه ندیدیم خواهد جان. پسرم رو ندیده؟ نه ندیدیم. نه ما ندیده. پسرم رو ندیده؟ پسرم لبای خلا استاد علی رو ندیده؟ نه ندیدیم. زهرا خاله بخیر است. عمرم میمیرد استاد علی. رفته است. میترسم یکان کاری بد با خود نکند. آرام شوید، فهمانید چی گپ شد. چی بلاست؟ همه این سرش رو در نوار ثبت کرده است. تا این دم به کسی نگفته بود. پسرم به کسی نگفت. دیگر طاقتش نماند. اکنون همه‌اش رو فهمید. الان میدونم یگان کار میکند. خود رو با یگان بلا گرفتار میکند. چرا این طور میگوید زهرا خاله؟ آرام شوید، عمر این کار را نمیکند. یگان کار میکند. من عمر رو میدونم کسی رو رنجاندن نمیخواهد که کسی از او برنجد. استاد علی او رو یابید، پسرکم رو یابید. او را میابیم زهرا خاله، خواطر نشید، البته میابیم. پینام یارب مرا یاری بیده.
ایست. نه این کارو نکن. گوش کن. من همین رو فکر کردم. اما باور کن این کار اینا درست است. من اینو فهمیدم. لطفاً به عقیب کرد. پینال خوب استی؟ سببی از من گریخته نشمید. مرو رنجاندن نمیخواست. برای مرو دل شکسته نکردن از من دوری میجست. با کسی نگفت. حتی یک کلمه نگفت. اکنون من چیکار کنم ملک؟ شخص دوست داشتم در پیش چشمم آهسته آهسته میمیره. چیکار کنم؟ گریه نکن. یکون چاره‌اش رو میابیم. سری من هم گرنگ شد. دیگر فکر کردن نمیتوانم. شاید حاضر رو تماما از خیالات نگذارم. بابایم میگفتن که گمانی بد هم دور شدنش ممکن. جناب عمر هم این خیلی خطا نمیکنند. خود رو به علنگه آتش نپرتاب. بیو دست رو ده. همه مشکلی راه حل دارد. از اونی من ندارد. گوش کن. من گرفتار بیماری مرگاور هستم. در این حالت حتی من خودم رو از اینجا نپرتافتم. دونکی برای حل مشکلات تو نیز راه است. باید اپم رو یابم. او رو یاد میکنم اما یافتن نمیتوانم. اگر خود رو پرتوی دیگر اپت رو نمیابی. اما نپرتوی. قول میدیم که به تو یاری میدیم. برای یافتن اپم یاری میدهی؟ راستی اپم رو میابی؟ شاید عمرم نرسد اما نکن لطفاً. دستت رو ده. و اینقدر پول چیکار کرده میشود؟ کاری کرده نمیشود. اگر یک جوه کنیم شاید کاری کرده شود. دو برابر می شود. پول را زن می کند. اما اون وقت باید 2 مرتبه زیاد درآمد بیاریم. یعنی 400 لیره به دست داریم. باز در 2 روز؟ بسیار مشکل. چرا ما با این کار خود را آواره میکنیم نمیدونم. دیگرها چیکار میکرده باشند؟ جورا باوری داری از دست میآید. تو خاطر نشو. این طرفش رو من حل میکنم. تو از یک چطور 1000 درآمد کردن رو فکر کن. روی استاد علی رو بعدی پای دادنش پیش نظر بیار. اطراف آروم. شما دروی. من اینجا انتظار میشم شما رو. زودتر. چی خیلی از اینجا با کامپیوترهای معلمان میدرویم؟ آنها این کامپیوترها رو استفاده نمیبرند که. جوره من ویندوز رو پیش از بیل گیتس ساخته بودم. حریف پیش از من او رو با بازار جهانی برآورد. یعنی همه مکتوب‌های ارسال کرده معلمان راست با کامپیوتری ما میرود همینطور؟ عیناً همین خیل. فکر کنید که سوالها در جیبمون. برای چوب کردن با کاتیبون میفرستن کو هپ به جیبمون. و با کامپیوترهای خود ارسال میکنن با اینها نیکو. یک دقیقه صبر کن. ما با کامپیوتر اساسی مکتب در آمدیم. فرق ندارد از کدام کامپیوتر ارسال میکنن. پشت الکترونی مکتب رو استفاده میبرن. ها؟ تمام مکتوب های ارسال شده با ما هم روانه میشود. تو چطور پول کار کردن سوال ها رو فکر کن. اکنون تو دعا کن که کاری کرده برار گیرد. تمام پول رو در همین صرفه میکنیم و اگر نه کامپیوترت رو در سرت میده میکنم. زود باش. حاضر همه با درس میویند. زود. فهمیدم. رفتیم برادر. همین خدر رفتیم. دیر مونده باشیم چی؟ عمرم با خودش یگون کار کرده باشد چی؟ نیستا پسرم بیا زود رویم. آرام شوید خاله جان. حاضر اول به جای خودم یگان معلم را بگذارم تا که درس گوید. بعد به جستجوی جناب عمر میبرایم. خواطر نشوید. شما زهرا خاله رو تنها نگذارید. من یگان معلم را به جای خودم مانده میآیم. خوب استاد خواطر نشوید. میدونی عزیزم عمرم عاشق تو بود.
از روز اول که به تو نگاه کرد من همش رو فهمیده بودم اما چیزی گفته نمیتوانستم چیزی نگفتم از اورفیم فقط همین خیلی میکنه گویا یکم خمو داره استاد عمر همیشه خندیده سرود میخونه شما خواهد شما هم سنجیده بینید عجیب است دیوونگی استی چرا دیوونگی؟ به فکر من این کارو نکردن دیوونگی است من اینجا نشسته انتظار شده نمیتوانم با جستجوی استاد عمر میروم استاد علی چی؟ معروفه هم ملک انتظار شده نمیتوانم با اکم گوی من با جستجوی عمر میروم من هم میروم نه تو با خالای زهرو اینجا باش اپام رو خیلی شب گم کردم اصلا خطایی من بود اپا شما چیکار کرده؟ اپا از همان وقت این جانب او را میجویم برای عضو پرسیدن برای عفو طلب کردن نامش چیست؟ چند سال است حاضر؟ یگان معلومات داری؟ برای یاری رساندن باید یگان چیز گویی؟ حالا دیگر هیچ چیز گفته نمیتوانم اگر هیچ چیز نگویی با تو چطور یاری میرسونم؟ من حس میکنم تو مرا نزد اپا میبری برای همین اینجا آمدم تقدیر ما همین است مرا چگونه که نجات دادی نزد اپام هم میبری اخلم باید یک عکسش باشد کهنه هم باشد میشود شاید در آینده شاید پگاه در ساحل وا میخوریم خوب مایلش قول ده درباره من به هیچ کس نمیگویی نمیخواهم که کسی داند که من خودم را کشتنی بودم این حسیات را از همه خوب تو میفهمی تو هم خود را کشتنی بودی کمی مون که خطای بزرگ میکردم و این امانت خدا خیانت میکردم تلفنش خاموش جواب نمیدهد زهرا خاله شاید مشغول است خواطر نشوید او را میابیم رفتیم خالای زهرا به شما یک قهوه تیار میکنم آروم میشوید استاد علی پسرتون رو مییابند من هم میروم من هم عمرم را جستجوی میکنم گوش کنید مادر جان آرام شوید قول میدهم همین که او را یافتیم و شما زود خبر میدیم معلم ملک شما را تنها نمیگذارند با شما میشوند هم نشسته صحبت میکنیم درباره دههتان نقل میکنید وای دخترکم اخلم را گم کرده وای خدایا پسرم را یابید خواطر نشوید خالای زهرا استاد علی او را مییابند تشکر معلم برای دستگیریتان نمیارزد در این حالت مگر آدم با تنها میگذارند علی جان تو پسرم را نیابی خواطر نشوید زهرا خاله پسرتان را میابیم معلوم که استاد علی مکتوب ارسال کردم رو خوندم همه این حادثه ها رو فهموندنم لازم اما حاضر خدایا خودم رو شرمنده کردم جوراها اولی چطور می شود دیگر پول رو پول نمیگویم از یک 10 نه به دست نگاه نکرده از یک 50 از یک 100 به دست میوریم به دست میوریم غم نخور اما من همین فلش دیسک ها رو نفهمیدم جورا چرا سوال ها رو نسخه برداری کرده تقسیم نمیکنیم و در فلش دیسک ها تقسیم میکنیم چون که اگر روی کاغذ باشد همه نسخه برداری کرده میگیرند
дар флеш диск бошад, ҳамин тавр мекунем ки на аз он ҷо ба ҷои дигар ирсол карда мешаваду на чоп карда мешавад. Барои ҳамин ҳама маҷбур мешаванд ки флеш диск харанд. офарин ҷураҷон, кори 100%. агар заковати ту дар Билл Гейтс мешуд, бойтарин одами рӯи олам мешуд. ҷура, охир ӯ аллакай одами бойтарин рӯи олам аст ку? ҷура, фарқаш чӣ? والله تا این درجه من فکر کردن نمیتوانستم. پولو در فلش دیسک میخوابونیم ها؟ ҳамин тавр мекунем. иншоалло он системаи гуфтагият кор мекунаду саволҳоро мегирем. вагарна ҳама ин кор барбод меравад. کار میکند برادر، کار میکند. خواطیر نشو. бо ин роҳ мактубҳое ки пеш равон карда бошад дида метавонем. اگر مکتوب ها رو خوانده باشن دیده نمیتوانیم. اگر نخوانده باشن چند روزه که باشد دیده میتوانیم. хайр рафтем ба хонаи мо меравем. бирем кани кор мекунад ё не? خواطر نشو، اپد رو میبینی. او رو یافتم. چرا اکام این روز درس تمام نشده برآمده رفتند؟ اپام هم با او در اضطراب بودند. انیق چه حادثه رخ داده است؟ پگام میفهمیم. تو با پول اکام داده چگونه تجارت میکنی؟ با 20 لیره چکار کرده میشه؟ هیچ کار نمیکنم. باید یگان کار کنیم. پولهایمان را یک جای میکنیم. من پولهایم را به تو میدهم. هیچ کار کرده نمیشود. نمیشود؟ درآمد کردن ما لازم. این کار اونقدر خوب نه. گویا پولهایمان زیاد باشند. باز به دیگران تقسیم میکنند. یگان چیز را میدانند. کی نمیدونستند. من میگویم که از همون پختوپزهای مادرم میکنم. با پختوپز کرابی این کار نمیشود. چرا نمیشده است؟ همه چیزهای در کوری رو میخرم. ارد فلان بعدی پختن حساب میکنیم که یک تاش چند سو میشود. بعدش همین که یک تاش رو 10 برابر فروشم کار تمام. 10 برابر یک کرابی؟ این خیلی نگوی از یک لعات خیلی میشود. آخر فقط ارد نیست کو، روغن میرود، چور مغز میرود، باز خیلی چیزی دیگر در کار. به همون پولش نگاه کردن نرخ میمونه. باز کرابای خونگی باشد اگر با پولش اونقدر نگاه نمیکنند. خیر اگر تو یگان پیشنهاد داشته باشی. نه من پیشنهاد ندارم. لبایکا عمر رو پیدا نکردی؟ نه. شما چی؟ یگان خبر شنیدید؟ نه، به زنگ‌هایم جواب نمیدید. من هم 2 مرتبه زنگ زدم. با من هم جواب نداد. میترسم که یگان کار نکند. نمیکند. هیچگاه این کار رو نمیکند. عمر این خیل نیست. تو چرا مرا انتظار نشده برآمدی؟ یک بار به جستجویش برآمدیم نمیشد. من خواستم به جای‌های روم که پیش با عمر رفته بودیم. با عمر رفته بودید؟ در وقتی تنفس همین دور برای سیر و گشت. خب اگر او رو یافتی فوراً به من خبر ده. من شما نیست. تو بستید. عمر چرا مرا آرام نمیگذاری؟ گفتم که تو را دوست نمیدارم. من همه چیز رو میدونم عمر. چی؟ همه چیز رو فهمیدم. بیماریت رو، چرا این در مناسبت کردنت رو، سبب گریختنت رو. اما چی خیر؟ استاد علی نمیگویند؟ مادرت فیته رو یافته است. فیته ای که در اون ثبت کرده بودی. خدایا من آن رو فراموش کرده بودم. پس چرا در نزدم هستی؟ مادامی که همش رو فهمیدی مرا آرام گذار. من میمیرم. چون که تو را دوست میدارم عمر. چون که با تو آیله برپا کردن میخوام. مگر نمیفهمی پینو؟ بعد یک مدت کوتاه شاید من بمیرم. مردن امر خدا است. اما کی و چگونه آمدنش رو تنها خدا میداند. چقدری که تو به مردن نزدیک باشی ما هم همین خیل هستیم. از سرت دور کن این فکرها رو. بیا یک حیات دیگر آغاز میکنیم. پینور چرا نمیفهمی؟ نه من خوب میفهمم اما تو فهمیدن نمیخوای. لطفا به من گوی که کی آینده خود رو میداند.
از مرگ هیچ کس گریخته نمیتواند. ما یکدیگر رو دوست می‌داریم. مهم همین نیست مگر؟ دستت رو ده. ناامید مشو. طبابت میکنیم. من با تو هستم. اصلا تو رو تنها نمیگذارم. گوش کن. اگر بمیرم موفق نشویم دعاهای ما قبول نشود آنگاه تو غمگین میگردی. اصلا من اگر توی نشده بمیری اون وقت غمگین میشم. مرگی تو مرگی من است. قول ده. خودی پگاه به بیمارخانه میرویم. قول ده. یعنی میمیرم استاد. دیگر درمان ندارم. اصلا این طور خاموش به استعفا رفتنم سببش همین است. دیگر این طور زندگی کرده نمیتوانم. از شما خواهش دارم که مادرم رو به خانه برده رسانید و به شاگردان هیچ چیز نگویید. نمیخواهم که آنها غمگین شوند. بگذار آنها فکر کنند که من به دیگر مکتب رفتم. نخور. اکنون استاد عمر میمیرند. اکا نوشته است کو میمیرد آخر؟ همین طور کار کردن سیستم تو رو فهمیدیم. این مکتوب دیشب ارسال کرده شده است. میدونید چی؟ با فکرم استاد علی حالا این مکتوب رو ندیدن. یعنی از این مکتوب خبر ندارم. اکنون در خفقان زدیم. چی خیلی میگوییم؟ همه که کامپیوترشون را کشاین میبینن. هیچ چیز نمیگوییم. اساسا اگر همسیفا فهمان همه را به پا میخیزونن. جوره ها بسیار حالتی ناگوار. همسینفا نمیفهمند. هیچ چیز نمیگوییم. هیچ کس در این باره گپ نمیزند. مادامی که استاد عمر این را خواسته است ما حرمتش را به جا میاریم. این دفعه خطا نمیکنم. این دفعه کسی مرا من نمیکند. تو مرا نزد پینار میبری. دقتی کسی را جلب نکرده آرامانه. پسرم خدا عمری مرا به تو دهد. این بیماری از کجا به سرمون آمد؟ از کجا؟ مادر التماس این طور نگوید. عمر راست میگوید خانم زهرا. بینید پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم گفتند ای انسان ها طبابت کنید. بغیر از پیری و مرگ هیچ بیماری نیست که خداوند شفایش را نداده باشد. برای همین از بیماری نفرت نکنید اما طبابت کردن را هم از دست ندهید. این امر خداست. تا آخر راه‌های گوناگونی طبابت را میکنیم. بعد از رفتن هر مصیبت انسان باید از زندگی دل شکسته نشود، چون که هر یک مصیبتی که پیش می آید از قفایش خرسندی می آرد. بیهوده نگفتند از ناامیدی ها بسی امید است، پایان شب سیاه سفید است. کاش همین رو بر وقتتر به ما میفهماندید. یک جای کوشش میکردیم، راهش را میافتیم. هیچ نباشد اینقدر وقتمان اسراف نمیشد. استاد این همین خیل است که نه به زبان افاده کرده می شود نه به عقل راست می آید. اگر معلمه پینار نمی شدند، سخنهایشان نمی شدند، شاید من حاضر اینجا نمی بودم. استاد
بعد همش رو با من میفهم. التماس بس کن. از شما خواهش دارم به شاگردان این واقعه را نگویید. شما را خیلی غم دادم. نمیخواهم که آنها غمگین شوند. چطوری که شما خواهید استاد؟ این چه خیلی وظیفه بوده است؟ استاد علی شما را توجیه میکنه چی؟ نمیدونم اوچه. یگون حکمت داشتگیست. شما به من یگون توصیه دهید. شما به من گویید چقدر پول کار کنم؟ درآمدم باید 10 مرتبه زیاد شود. استاد علی گفتند که کسی که زیاد درآمد کنه تحفه میگیرد. اگر کلین درمان میداشته است خودش استعمال میکرده است. اگر من میتوانستم خودم میکردم. با این معاش ناچیز زندگی نمیکردم. همین طور نه؟ میدونم این بیپولی ژنتیکی است. اینش باز چی؟ کنی با من فهمو؟ کنی؟ شما بیپولید کو، فقیرید کو. من هم در آینده همین خیل میشوم. نه من باوری دارم. مانند میراث هستین. از والدین به کودک میگذرد. سرجوق در کجاست؟ گزینش رو فراموش کردم. جرن دخترم کجایی؟ در آشخانه داده. جرین؟ دخترم این چه احوال؟ چی کار میکنی؟ از کرابی های مادرم تیار میکنم. یعنی کردنی هستم. مایلشو چرا اینقدر بسیار؟ همه جا پر از ارد؟ فروخته پول کار میکنه. دخترم پول لازم باشد گوی من میدم. چرا این کار رو میکنی؟ داده برای پول نه، وظیفه خونگی استاد علی دادم. خیر مایلش کردن گیر. اما آشخانه را تازه کرده بعد خواب میکنی. خوب فهمیدی؟ مایلش خباتیر نشوید. پسرم چیکار میکنی؟ حساب میکنم اوچه. چه خیلی حساب؟ این خیلی حساب میشده است؟ از همه رقمی زود تکرار شده لوتو رو میکوبم. با کوپون 20 لیره بردی اساسی رو به دست میارم. خندیدن گیره. بردی اساسی رو تو؟ یک دو. اوچه اثرم رو گرنگ نکنید. انشالله پسرم انشالله. اما اگر همین خیلی ادامه دهد در مملکت ورق نمیموند. برای کار پسرم. تشکر اوچه جان. تو برای. با چی کار مشغولی دکه؟ به امتحان فردایانه تیاری میبینم. پگاه برای همه شاگردان امتحان است. همان را خواستم کمی صحبت کنیم. کمی دیگر من با آخر رسانم. در کدام خصوص صحبت کردن میخواهی؟ نه همینطور صحبت مقرری.
اصلا من یک چیزی رو حس کردم. چی رو؟ تو گفتی که اینقدر به آسانی عمر را برای توبتش راضی کنندی. چی؟ همون سخنهایی که هر کس میگفت. خیر شما کارتون رو بینید بعد صحبت میکنیم. گیره نکنید مادر. بس بودگیست. خود رو دلگیر نکنید. چی طور دلگیر نشوم پسر جان؟ تو را با صد زحمت به بویه رساندم. اگر کمی بیمار می شدی دلم ریش می شد. من خوبم مادر. هم خرید از همه کاری بر. خاموش پسرم. من چی خیلی به خانه می روم. خاموش. از خاموش بودن چی فایده؟ فکر کنید. وقتش می آید همه با یک جو می رویم. همه اما یک می شویم. سبب گریختن من این نبود که شما را غمگین بکنم. از ترس مرگ نه مادر. اکنون حالا با امیدم. اما شما این طور نکنید مادر. اگر شما این طور دوام دهید من باز آزرده می شوم. خیزید. برای هوای تازه به باغ آمدیم. پگاه صحبت میکنیم. با صفای صبح. بسیار چیزی بد. فکر کن چند سو دارد؟ خانه‌دار میشدن، فرزنددار میشدن. بعد کسی میخیزد و برادر تماما آرزو نکن تو میمیری. در حقیقت بعد یگان کار کنیم چی؟ بیایید کاری کنیم که استاد عمر در آخر عمرش کمی راحت کند ها؟ برای استاد علی از دستمان آمده رو میکنیم لیکن از سیستم تو خبر نیست کو؟ حاضر میشود سرسی من نشود. همین که استاد علی سوالها رو ارسال کرد راست اینجا میآید. آمد جورا جان آمد. والله آمد کو؟ آفرین. خیریت یک کارت به سامان رسید. پگاه کاری اول برای خریدن فلش دیسک میرویم. کنی پولها رو برآورید. برای ما این کار تمام. درآمدی دو طرفه هم وظیفه هم پول. راه خوب یافتیم ها؟ پولها رو پول نمیگوییم. مرحمت. چی شد؟ معقول نشد؟ نه معقول شد دخترم. با مزه شده است. دروغ نگویه. شاید کمی زیاد پخته است. اما شده است ها؟ بله من میروم. دیر هم کردم. امروز استاد عمر میآید. استاد عمر؟ چرا؟ همین خیل جانم. دیر کنم عیب میشود آخر. تو بازدید داده؟ تو بازدید. اکا نویسید. می نویسم. نویسید. 4 4 12 12 21
نویسید آه نویستم 32 8 نویسید 9 خوب تمام همش تمام شد همش رو نویسید بله چیزی که گفتی نویستم التماس اکا با کسی نگویید این رو تنها من میدونم این هفته همین رقم ها برد میکنم راحت باشید از کجا میدونی یگان کس گفت حساب کردم اکا ببینید مگر من بیهوده اینقدر متمتیک خوندم چند پول شد 20 لیره گیرید تمام ها فراری کن тамоми шаб фикр кардам лекин ягон чиз ба сарам наомад من هم گفتم یگان چیز خریده فروشم اما چی خرم که اینقدر درآمد دارد نمیدونم 10 маротиба осон нест наргиз субҳ бахайр субҳ бахайр صبح خیر шумо ягон чиз фикр кардед не ҳоло ҳам фикр дорем 10 مرتبه درآمد کردن یگان خیلی نمیشود ман ҳам ҳаминро мегӯям аммо узлам гӯш намекунад гӯш кун ман чӣ мегӯям гуфта будам ки бо ту пулҳоямро якҷоя мекунем шояд тикин ва узнам ҳам бо мо якҷоя шаванд 80 لیره میشود мешаваду лекин бояд 800 лирамо даромад биёрем чизе фикр кунем намешавад ин кор аз дасти мо намеояд рӯз бахайр хӯрабии харида мехоҳед хонагии худам пухтаам ҳамаш бомаза хӯрабие мехоҳед бомаза салом дар дарс мехӯред гурусна мемонед глюкоза дорад фоида дорад арзон چند پول؟ чи вай 5 лира چی؟ دیوانه شدی تو؟ аслан арзон мефурӯхтам аммо баъди сӯзондани 2 табақ танҳо 40 донааш монд фақат бо ҳамин нарх пӯшонда метавонам аммо инҳо бомаза ва хонагӣ ҳастанд дар ин замон ин хелошро аз куҷо меёбӣ خودت خور با 5 لیره مدامی که اینقدر تعریف میکنی چرا با فروش برآوردی؟ курабие хонагӣ марҳамат کورابیه گفته دیوانه میشوند ما که ها کارو حل کردیم хаб кун кор кунад бечора این رو هم در آنجا گذار تمام боз чӣ қадар аст خیلی است لیکن فراموش نکنید با همسیفای خودمون نمیفروشیم فهمند اگر همه کار برباد میرود با آدمانی که میفروشیم خوب تنبیه دادن در کار باز نگوین از ما خریدن وگرنه از امتحان بهای پس گرفته از والدینشون شلاق میخورن گفتن لازم چند پول میفروشیم 6 دانه فلش دیسک داریم کمش 50 لیره میفروشیم 300 لیره میشود بعد باز 30 دانه دیگر میخریم اونها رو که فروختیم 1500 لیره میشود انا به تو 10 نه قریب 30 مرتبه زیاد شوخی نیست بهای امتحان مسئله حیات و ممات دستت رو دیجوره چک جوره جون چرا جناب ملیح دیر کردند؟ هیچ وقت معاینه اینقدر دیر نمیشد. آرام شوید حاضر میآیند پسرم جانم با پدرت خبر دهم نمیخواهی اما اگر فهمد با من دعوا میکند تو رو نمیبخشد قول دادید مادر به هیچ کس هیچ چیز نمیگویم گفتید میدونید پدرم دلشون بیمار است با این خبر غمگین شدید بیماریشون اوج میگیرد التجا دارم به کسی نگویید ببخشید انتظار شدید داروها را دیر در آوردند برای همین کمی دیر آمدم جناب دکتر وضعیت چخیر یگون خبری خوش است خبری خوبم این که پسرتان برای طبابت راضی شد این قدمی اولین است چی فایده داشته باشد عمر لطفا چی گفته بودیم در معاینه یگان تغییرات نیست استاد عمر صد افسوس که بیماریتان همان خیلی دوام دارد به فکرم وقتهای آخر باز اوج گرفته است ها؟ بله بعضا سرم چرخ میزند سردرد هم میشوید بله سخت درد میکند اوه پسرم بسیار می مرحمت نشینید راست نیستید نشینید مرحمت خب این داروها برای کم کردن درد و بیماری می باشند همان طبابت گفتگیم همین است قریب 50% بیماریتان را نیست می کند انشالله اما رعایتش مهم است
این سوزاندارو را در 12 ساعت یک مراتبه میگذرانید. اگر از 12 ساعت گذرد و فراموش کنید خطرش وزنین است، ضرر جدی آوردنش ممکن، خدا نشان ندهد مرگ آورم شدنش ممکن. خواطر نشوید جناب ملک، فراموش نمیکنیم. خب بعد چی میشود؟ استاد اینها را پیشم به شما گفته بودم. از همه مهمش به شفا یافتنتان باوری کردن است. از دستمان آمده را میکنیم. البته شما هم در این هنگام طبعتان را خوش گرفتنتان در کار. گوش کنید، به شما هیچ چیز وعده نمیدم، اما میدانید که طب روز تا روز رشد مییابد. بغیر از این دعا کردن به شما یک قوه دیگر میدهد. مهمتر از همه این کار را در احاطه دوستان میکنید. شما مرا درست فهمیدید؟ البته جناب دکتر، هیچگاه او را تنها نمیگذاریم. خب میلش اینطور باشد. سوزنداروی اولین را من میگذارانم، اما اول میخواهم این حجت را خوانده امضا گذارید. این چی است؟ بعد سوزنداروی اولین دیگر راه بازگشت نیست. تمام مسئولیت را به دوش خود گرفته در 12 ساعت یک بار سوزندارو گذراندن را به گردن میگیرید. عمر لطفا پسرم، بعد یک دو روز خود را خوب حس خواهید کرد. میلش گوش کن، اگر با یگان کس گویی که از ما گرفتی مردی فهمیدی؟ این کار شوخی نیست فهمو؟ تمام اکر خواطر نشوی. برار 50 لیره قیمت نیست مگر؟ نخواهی نگیر برادر. برای کار نسخه برداری نکن که خودش رو نیست. خوب میلش گوش کنید بچه ها، آگاهی را خوب بخونید. همه این اصلی زیاد کردن یا مجموع استفاده بردن من است. همه کار خودمون کردیم، باز خودتون رو در بلا نگذارید. وزیر برادر سرسی من شب به همه میرسد. بینید بچه ها، بغیر از سوال اینجا مسئولیت های مخصوصی خودم چه خیلی از مکتب گریختن، دست را ویران کردن، خند دادن معلمان است که این را در یگان جا یافتن نمیتوانید. برای همه این تنها 50 لیره میخواهم. برادر صبر کن، نوبتت رو انتظار شو. استاد شفیق؟ البته استاد شفیق، در باره او هم هست راه های دیوانه کردن استاد شفیق. موضوع های شفیق رو هم دادن، شفیق رو دیوانه کردن و شفیق رو تقلید کردن رو هم در آینده با فروش میبراریم. صبر کن. بس چی بهم؟ استاد شفیق، استاد نه با بچه ها گپ شما رو میگفتم. گذشته هایمان چی گفتن؟ کوپاکو نمیرسد آدم با آدم همیشه محتاج است. همین طور نه استاد. اکنون با اجازه شما. کنیست تو چی میفروشی اینجا؟ نپرسید استاد، من خودم رو فدای انسانیت کردم. برای آدمان کم رضایت پول جمع میکنیم. ندونید که تکنولوژی پیش رفته است. کجای تکنولوژی باشد اونجا برکت است. خربوزه از خربوزه رنگ میگیرد وگرنه کدو میشه. آب را دیده موزه است. بیهوده نگفتن استاد. بس نمیدانم چیکار کردنیه، اما دانستمانید و همش جواب میگید. راستی استاد، فیلم حجتی شما رو کردیم. بچه‌هایی که شما رو دوست می‌دارن با یک جا جمع آوردیم. یک گروه تکنولوژی دوستداران استاد شفیق تشکیل کردن می‌خواهیم. براستی؟ باز من فکر کردم که آفرین پسرم، قدری مرا پس از رفتنم فهمیده، اما آگاه کنم که استاد علیتان نفهمد. او در مدیری چیزی را نمیفهمد، برای این شما را سرزنش میکند. خواطر نشوید استاد، نمیفهمم. اگر فهمم ما میسوزیم استاد، اما برای شما جانم را فدا میکنیم. آفرین. استاد شفیق را آسان فریب داده. کسی تکنولوژی را نمیفهمد، او را فریب دادن آسان. دردی او استاد علی است. ما کارم رو دوام میدیم. خوب بچه ها،
салом устод. صبح بخیر معلمم. من پینار رو میجوستم. هنوز نیامدند. не наомаданд. ман ҳам ҳайронам. خب پینار آید لطفاً بگوید که مرا ببیند. میلش؟ устод то сар шудани дарс вақт аст. чой нӯшидан мехоҳед? سوالهای امتحان رو تفتیش کردنم لازم معلم است. شاید دفعه دیگر. میلش؟ майлаш. бовар кун умар беҳтарин корро кардӣ. ҳамоно ба мелик ва акам хабар расодан. иншаллоҳ шифо меди. худоё худовандо ба писарам шифои комил биде. модар пинор илтимос фаромӯш накунед. шунидед ҷаноби мелеҳ чӣ гуфтанд. ин табобат танҳо барои якчанд муддат ба ман ёрӣ медиҳад. аммо мо инро ба ёд намеорем а фикр намекунем ва табаҳномро хуш гирифта умедвор мешавем. ҳозир меоям. ба куҷо? дар мактаб ҳама моро интизоранд. як касро дидам. ба ӯ гап мезанам. киро дидӣ? ҳозир ҳамин ҷо буд. боз гум шуд. биё равем писарам. дар назарат намудагист. тавба биё духтарҷо рафтем. خوب تجارت چخیر است؟ راه آسانی درآمد کردن رو یافتید؟ бисёр мушкил устод. даромад як тараф истад, ҳоло ҳатто кори хуб наёфтем. ҷерен рост мегӯяд. мо ҳоло ҳам намедонем чӣ кор кунем. استاد من کار رو حل کردم. در 10 سال آخر کدام رقم ها در لاتو برد کردند. همش رو برآوردم. در بین آنها کدامش زیاد تکرار شده است آنها رو هم یافتم. تا سحر مهنت کردم. انیق من پیروز میشوم. لاتو تجارت حساب نمیشود مرد. درآمد آن است که با عرق جبین به دست آری. این خیل درآمدها آنقدر ذوق آور نمیشوند. برق شما چی؟ استاد ما همش رو حل کردیم. نه این که حل کردیم، تمام کردیم. تمام. پول چوب میکنیم پول. استاد نتیجه رو دیده. چرا از یک 10 گفته حیران میشوید. همینطور تبریک میکنم. من به تاسف خوردن راضیم. فقط که شما درآمد کنید بس. خیر پگاه سحر میبینیم که چی کار کردید. خب امتحان را آغاز میکنیم. ما تیاریم استاد. اصلا در صنف شما همان سوال ها رو پرسیدنی بودم، اما در آخر فکرم را عوض کردم. چرا استاد؟ چون که فکر کردم که سوال ها باید با وظیفه خانگیتون علاقمند باشند. تخمین کردم که همین موضوع تجارت سری شما را گران کرد. نویسید. 1. تجارت چیست؟ چه خیل کرده می شود؟ در تجارت مهنت چه اساس دارد؟ 2. مهنت مقدس است؟ برخلاف این دزدی کردن چرا درآمدی نادرست است؟ 3. گرچنده که دزدی هم مهنت طلب می کند، پس این مگر تجارت حساب می شود؟ نوشتید؟ 4. اگر حساب شود این پول چه خیل پول است؟ جوره قسم میخورم که استاد علی فهمیدم. سوال ها رو دیدید؟ با فکر من هم فهمیدم، اما چه خیل فهمیده باشند؟ سرمون در بلا ماند. بس کنید هیگوی گویی رو به یک قرار بیاید که چیکار کنیم؟ تمام برادر، ما رو جزا میدیم. کاش که نمیکردیم. روی روز دزدی کردیم. او بچه دزدی نگوی، به این هم سرم کردن. مگر نکردیم؟ شد کردیم. خطا کردیم. اکنون راه خلاصی رو فکر کنید. پول بچه ها رو برمیگردونیم. دیگر راه نداریم. شاید استاد علی ما رو ببخشد. با تو چی شد؟ من باوری ندارم که دوام داده میتوانم. چرا؟
талабаҳо аз ин воқеъ хабардор нестанд ку танҳо акаам мелек ва ман медонам. бе ин ҳам мо ҳар рӯз бо ту ҳастем, медонӣ? ман ба бародаратон аризаи истеъфоро дода будам. ва албатта инро тасдиқ накардааст. خوش آمدید استاد، دیر نماندید. ساعت 11 شد. درس کی ها شد آخر؟ طلبه ها انتظار نیستند مگر؟ البته اکای جمو انتظارند. انتظار. و چرا اینجا ایستاده‌ای؟ توبه، آخر برا ترساندی. نگاه دارم. با کجا نگاه داری؟ این چی اینجا مکتب است. مکتب اپام. تو برای زیارت اومدی؟ اسکنفریست؟ تو رو در دفتر قید کنم، بعد اجازه میدم که درای حاضر. بیا کنی. آی خدایا توبه، با کجا غل زد این آدم؟ با در آمده باشد. ба ин ҷо нигаред, бинед. آفرین، باز با مکتب آمده است. بچه‌ها شاید برای استاد عمر یگان کار کنیم، یعنی کاری خوب کنیم تا اینکه استاد علی ما رو ببخشد. مثلا چی کار؟ نمیدونم، لیکن میوبیم. боз ба ҳамин корат монанд набошад. باز چی شد؟ استاد علی با اون کس یگان چیز گفته؟ همه چیز رو میدونند. بیماریم رو نه، گپ های دیروزه گفته همون رو. دیشب گفتنی بودم اما نتوانستم. چی کار میکنیم؟ باید یگان خیلی کردگوییم. همه چی خیلی میگویند. یکم این آدمونی توی میکردگیمون نیستیم کن. باور کن همهش خوب میشود. رفتیم به درس دیر میمونیم. حقیقت یعنی راستی رو طلب میکند. با شما گفته بودم بهترین درمان برای او در احاطه دوستان بودن است. این درمان میبخشد. راست میگویی. بهترین عمل رو تو کردی پینار. با فکرم غیر از تو دیگر هیچ کس استاد عمر رو راضی کرده نمیتوانست. منم به همین چیز حیرانم پینار. مردن میخواست. چی شدی که یک باره دیروز هم جواب ندادی؟ چقدر موفق شدی؟ اکا اوید این مسئله من با شما صحبت کردنیم. من کمتر کار دارم. اگر صحبت کردن خواهی در خانه معلمان میشوم. ایلش جون. پینار چی گپ است؟ بیاید در یکان جای آرامتر صحبت کنیم. خوب مایلش. اریستوتل 3000 سال پیش درباره ژانر درام استاد با شما چی شد؟ خوب. استاد خواهید کمتر تنفس کنید. خوب می شود. بچه ها مرا ببخشید. مرحمت استاد. برای هوشیار کردن کمی آبی لیمو انداختم. فرح میبخشد. سلامت باشید خانم نجمی. خوش شود. بهتر شدی؟ بله، اما معلوم که این طور نمی شود. با مکتب اومدن فکری خوب نبود. ناامید مشو. جناب ملک گفته بود که اگر سوزن داروها رو بر دوام گذرونی هم درد آهسته گم می شود. سوزن دارو؟ این روز استاد عمر طبابت رو سر کردند. در هر 12 ساعت یک مرتبه سوزن دارو کردنشان لازم. اگر فراموش کنند ضرر جدی رسوندنشان ممکن. اما اگر این سوزن داروها رو بر دوام گذرونند هم بیماری کم می شود، هم این دردها از بین می روند. سوزن دارو رو فراموش نکردید استاد؟ حالا 2-3 ساعت هست، اما چی فرق دارد استاد؟ از 2 سر عاقبت می میرم. این گپ رو نگوی. کدام انسان نمیرنده است. مرگ امر خداست. اما حیات بخشیدن هم در دست خداوند است. دست نمیکشیم، مبارزه میبریم.
این را قبول کن پینار، میمیرم. استاد اگر باور نکنید این کار نمی شود. اول خودتان باید باور کنید. به جای شما باور کردن دیگرها روا نیست. پینار ایست. دیگر طاقت کرده نمیتوانم ملک. وقتی که این گپها را میگوید گویا من میمیرم. میدانم پینار، اما او را هم فهمیدن لازم. در این وضعیت کسی که باشد همین رفتار میکند. کنی به من گویی تو در حقیقت او را دوست میداری. آنقدر دوستش میدارم که اگر یک روز عمر داشته باشد میخواهم با او باشم. این طور باشد طاقت کردن لازم. از این هم بدتر شدنش ممکن. اما او تنها برای تو زیستن میخواهد. طاقت کن پینار، همش خوب میشود. استاد عمر چی شد؟ با فکر من سرشون تو خوردن. یک فکر برا شدن. نفهمیدم من قریب که میافتیدم. با فکر من سخت مونده بودم. ها بله نه خود نخل شده باشد ها. ممکن دلتون چی شد؟ یک چیزی فهمیدم که تماما تخمین کردن نمیتوانید. چی فهمیدی؟ گپ زن؟ با شما سوال، اگر شما خواهر می‌داشتید و او خوشبخت میشد، شما خرسند نمیشدید؟ البته میشدیم، لیکن اینجا چه علاقه داره؟ علاقهش این، من یافتم که چخیل از استاد علی عذر پرسیم، اما کمی مهنت کردنمون لازم. میکنیم؟ تو نقشه رو گوی؟ اول شما در وقت تنفسی کلان نزد همون تعمیرگر میروید. جای اساسی نقشه همون جاست. دیگرش رو من خودم حل میکنم. خوب؟ مایل است. کنی گوی چخیل حافظه‌اش رو گم کردین؟ تو رو میپرسد. حافظه‌اش رو چخیل گم کرد میگوید. همون آخر. فهمون؟ در یادم نیست. دیده در یاد نداره. حافظه‌اش رو گم کرده است کو. برای همین مگر حافظه پلیس که گم شود. انسان پولش رو گم کرده میتواند، چی دانم، تلفن دستیش رو گم کرده میتواند، همیانش رو گم کرده میتواند، آخر حافظه رو نخواه گم کند. مگر تو در جای دیدی که من حافظه رو گم کردم؟ کسی یافته بیاره توفه میدهم، گفته دیدی خوندی؟ دیدیه یا الله چوب کردن پول را دیدیه چی شد؟ چی شد؟ عقلش یک میرود، یک میآید، یک کار کرده حافظه او رو یافتنمون در کار. خوب رفته یابید اینطور باشد، در کجای گم کرده باشد رفته یابید. اگر اینجا گم کرده باشد سحر رفته یافته نمیتوانید دیگر. پدر جونم. چیکار؟ اکنون فکر کرد که شما پدرش هستید. حافظم را یابید، شفتا بیارید، مرده باشه یا زنده، شفتا بیارید. نگذارم واهمه نکن. ایستد اینجا وقت رو نگذرانید، روید در کجای گم کرده باشد همانجا رو کوبید. استا ما حافظه او را در بحر گم کردیم. خیر روید بحر رو کوبید. با ما کشتی شما لازم استا. کشتی شما، کشتی لازم. قسم خوردم نمیدیم، باز به شما انیق تماما نمیدیم. شما اسبابی درکاری را گرفته بودید، کجا کردید؟ اسبابی درکاری را اول گرفته بیارید. امره اسباب بابا جان جانم بابا جان. این اسبابی بابام گفته ایستاده است. استا حافظه‌اش رو گم کرده است کو در یاد ندارد. کشتی دهید حافظه این بیچاره رو یابیم. میلش میدیم، اما محرق قایق من میرم در بین بحر غرق میشوید. بعد دیگر من حتی شما رو نجات داده نمیتوانم. قایق من نمیشود. یک شناسی من دارد، حاضر به او زنگ زده میگویم در اختیار شما میدهد، اما بعد کارتان تمام شدن به ساحل بر میگردید. فهما یا نه؟ سلامت باشید استا. مرا به یاد آورده؟ استا
گفتم کو نام کشتی رو گرفتم نقش شد. خیر روید من به او خبر دهم. روید هر دو بچه های گندن نه اما دیوانند. منطق نیست نخواد در یک بحری کلان یافته توانند. آیا اون ماهی کیها او را خورده فرو برده است در دو حیات نمییابند. بیا زود باش. بیا دخترم زود. نجمیه خانم لبای در مکتب هیچ کسی را یافته نمیتوانم. شما یگان نفر را ندیدید؟ تنفسی کلان است کو شاید آنها در حوله مکتب باشند. میدونم لیکن نه بچه های ما هستند و نه پینور. این طور یک جای گم نمیشدند. آخر با وی صحبت کردن میخواستم. ندیدم استاد. ندیده و ندانسته چی گویم. دروغ میشود. خدای توبه انشاءالله که باز یگان کار دیگر نکرده باشند وگرنه از هیچ چیز یگان ماجرای دیگر پیدا می شود. مرحمت استاد. بخیر است استاد؟ باز چی کار کردند؟ نپرسید نجمیه خانم. یک وظیفه دادم. آنها چی کارها نکردند. یعنی 3 کس. اگر می دانستم که کار تا این درجه می رسد تماما این وظیفه را نمی دادم. خیر اگر پینور را دیدید لطفاً به من خبر دهید. البته استاد فوراً میرسونم. اولی جناب می شود. به هر دویشان پسند می آید. اگر در این کار برق همراه نمیشود خوب میشود. برق با جوره هایش باشد من اونقدر باوری ندارم. چی شده است مراد؟ به فکرم بسیار عاشقانه. انشالله همین خیل است. من این رو حس می کردم اما اپا هم که نمی گفتن من هم خاموش بودم. این عمر مونت در سر می شود. به فکرم ما با این 20 لیره میمونیم چی؟ مفلس شدیم به گفت شما. مفلس نمیشویم. من یک فکر دیگر دارم. از تو سر پول کار کردن نمیتوانیم اما یک فکر خوب دارم. به این هم علاقه بهانه داریم. چی کار میکنیم؟ خرید و فروش. استاد زود بیایید. یک کاری مهم. برق چی شد؟ با من بیایید استاد. بسیار مهم. با چی گپ شد گوی برق؟ یک کس خود را کشتنی است. نام شما را میگیرد. شما را جیغ میزند. چی؟ در کجا؟ در ساحل استاد. در ساحل. شاید پگاه در ساحل وا میخوره. موی سری زرد دارد؟ بله. خدایا چه خیلی فراموش کردم. رفتیم. خوب بیایم سری مسئله حساب و کتاب. اصلا گپ های مهم میخوام بگویم اما بعضی از رفیقانتون حضور ندارند. این طور باشد تا آمدن آنها کارهای شما رو ببینیم. در بینتون هست کسی که 10 مراتبه یا از این زیاد درآمد کرده باشد؟
معلوم که این نیست همینطور نی؟ کاری من حالا معلوم نیست استاد، بازی بگاه است. اما قمار بازی را تجارت حساب نمی کنیم مرد. باید با عرق جبین و مهنت حلال درآمد باشد. من تنها 2 کوره بفروخته توانستم. دوتا هم نه است. هیچ نباشد آغازی کار خوب است. اینطور نگوید استاد. یکیش رو مجبور به دادن فروختم، دیگرش رو خودم خریدم. شما چی؟ تکین، حسلم، جاله، نرگیس، شما یگان چیز نکردید؟ ما بسیار فکر کردیم اما کاری در 2 روز اینقدر درآمد داشته را یافته نتوانستیم. اینترنت رو دیدیم، اینجا و اونجا رو دیدیم، افسوس که یافته نتوانستیم استاد. کسی که کوشش کرده است آفرین. هیچ نباشد سعی کردند. اما برابری بچه هایی که مهنت کرده کاری رو انجام دادن نه. مادامی که در دست سرمایه داشتید باید توکل میکردید. اصلا یک کار کردیم لیکن این تجارت حساب نمی شود. چکار کردید؟ با این 20 لیره هیچ کار کرده نشد. ما قرار دادیم که پولها را یک جای کرده یک کاری مفید کنیم. خیلی شد که وقتی به مکتب آمدن یک اویله کمزاد رو میدیدیم. بسیار فقیر بودند. اول رفته خرید کردیم همه چیزهای روزگار. با 80 لیره خیلی چیز خریدیم و با این اویله برده دادیم. استاد اگر میدیدید که چی خیلی خرسند شدن، چی خیلی شاد شدن، باور نمیکردید. استاد میدونید یکی از آنها در حیات بار شیرینی نخورده بوده است. من بعضا از اویله‌مون شکایت میکردم اما وقتی که اونها رو دیدم شکر گفتم. تجارت نکرده میدونیم اما چه خیلی که تکین گفت هیچ نباشد. یک اویله رو خرسند کرده. اگر خواهید پول شما رو برگردانده میدیم استاد، اما ما یعنی همه باوری داریم که پول رو در راه خوب استفاده کنیم. کاری درست کردید. نیکی کردن احتیاج کسی را ربودن به کس 10 مراتبه فایده می آورد. یعنی نیکی خرد هم باشد فایده کلان می آورد بچه ها. اصلا من گفتنیم که شما از امتحان گذشتید بچه ها. برای کاری نیک و درست کردنتان شما را تبریک میکنم. کسانی که در این تجارت با راه دزدی درآمدی کرده باشند هیچ فایده‌ای به خود نآوردند. برای این گونه کار مهنت هم باعث احترام نیست بچه ها. گمان میکنم بعضی از رفیقانمان از همین سبب در صنف حضور ندارند. برای نه استاد، برای یک کاری خوب حاضر در صنف نیستند. بسیار عاشقانه. استاد باور کنید وقتی که شنیدید خرسند میشوید. نمیفهمم درباره چی گپ میزنید؟ عصبی نشوید. استاد عمر با معلمت بینار توی میشوند. چی؟ کی؟ نمیدونیم کی اما امروز کمی از هم رنجیدند. برق برای آنها یک تحفه ناگهانی ترتیب دادم. برای اشتی شدمشون. بچه ها چی ها میگوید؟ چی کار کردید؟ یگان کاری مهم نیست استاد. تحفه ناگهانی همین که در بحر تنها 2 کس سیر میکنند. تحفه ناگهانی کدام بحر؟ یعنی خبر ندارند؟ استاد عمر سوزندارویش را گذراند. چه خیال سوزندارو؟ بچه ها شما چی کار کردید؟ باز چی گپ شد؟ خدای چی کاری کرده هشم آخر آدم میگیرد. کنی در کجا؟ ها انا آنجا انتظار میشوم. اگر نآید خودم را میکشم. همین خیلی گفت. پینار؟ چی؟ من؟ یک دقیقه تو اینجا چی کار میکنی؟ با من گفتن که اونجا چی گه؟ من نفهمیدم.
بچه ها ما رو برای یک جا آوردن این کار رو کردند. اوه شکر. سخت ترسیدم. چرا؟ نه هیچ چیز. بچه ها زودتر. تشکر بچه ها. این چی است؟ بچه ها برای ما آماده کردن. گذشتیم. اکنون چی کار میکنیم؟ با کجا میرویم؟ با کجا رفتن مهم است؟ با تو باشم مهم نیست، اما بچه ها چی فهمیدن نمیدونم و من گفتن که تو مرا جیغ زدی. لیکن مرا سخت ترسوندن. از این بچه ها ترسیدن لازم. من خرسندم. بین تبابتت رو سر کردی. همهش نقض میشه. تبابت؟ راست سوزان دارویم. چی؟ اکنون چی کار میکنیم پینو؟ برگشتنمون در کار. سوزان دارو نکردم، فراموش کردم. عمر چی خیلی فراموش کردی؟ کپیتان برمیگردیم. کپیتان عمر خوب هستی؟ با خود بیو. التماس با خود بیو. کپیتان عمر التجا دارم با خود بیو. عمر مرا نترس. خدایا من حاضر. کپیتان وقتی شوخی نیست. کپیتان خدایا کپیتان رو بهوش کردم. خدایا این رو کی کرده باشه؟ یا خدا. عمر برا کی هست اینجا؟ خدایا چیکار کنم؟ یاری ده التماس بر دادم رسید. خدایا عمر یا الله یا خدا. عمر به خود بیا. التجا دارم عمر. لبایوس عمر. کپیتان اینجاست. این فراق زیاد دوام نمی کنن. آخر یک به یک بودیم. آخر به هم دیگر رسیدیم. در بین بحر و کسی ما را ناراحت نمی کنن.